در و دیوار خانه عبارت از مثلا کریشه دارد، خانه خیلی درون در هر چیز چاره دارد. عمومی خانه را اگر شینیم یک ساعت در کار میشه که ما همه چی خانه را گپ زنیم. همین صحت شوی ما هم خیلی است. شما یک طرفش میگیرید، اگر پر بدانید خانه سلامتی میشود، صحت شوی شما میتیزه، نقض میشه. یکم چیزی که ما شما را خداوند سبب میگرداند صحت میشیم، این داروه. امروز ما باید اساساً شکرگزار باشیم ای خدا و ای وطن تنج که امروز ما امکان داریم داروهای زیاد استفاده بریم. اگر همه از داروها را ابتکار را در 3 روز اگر منع کنیم، بسیاری آدم‌ها در خانه‌ها یک جای میشن. بیماری‌های بسیاری هستند که آدم‌ها با دارو قپیده نمی‌آورند. بسیار بیماری هستند که با دارو تبابت میشن. بسیار داروهایی هستند که مثلا پیشگیری میکنن بیماری‌ها. ولی ما همه وقت همه وقت نمیتونیم دارو خوریم. لیکن هست حالت‌هایی که مثلا دارو را دور و دراز استفاده میبرن. این جای مشکلی نیست. یعنی که شما از این خواطر نشوید. مثلا داروی قند خلاص، داروی که مثلا فشار، داروی بعضی داروهای دیگری که اوید به مثلا این بیماری‌هایی که جدی هستند، از این خواطر نشوید. دکتر که گفت وای میداند برای چی این چیزا میفرماد و کی شما باید بحث کردنتون نکن. یکم چیزا فهمیدید دارو است. مثلا در برابر دارو در همه یکم ما باز میتونیم که بعد که ما گفتیم که مثلا داروخوری اکنون بس، ما میفرمیم چی گیاهای شفا بخشه. ما اگر شما درست‌تر همیشه درک کنی، در برابر دارو باز هست گیاهای چی شفا بخش. گیاهای شفا بخش هم یک وقتی معین دارن. وقتی آدم اون رو استفاده بود، بعد این میفرمیم چی پرهیز شفایی دیتا. غذا آدم چی میتوند صحت کند. مثلا یک حالت شما را میشه که شما را میخواهید که ترشی خورید، میخواهید که مثلا یک حالت شیرینی خورید، همین انسان تلخی حتی میخواهد خورد. برای چی این کاره؟ برای اون که طلبات ارگانیسم در درون خون ما pH ترشی و بعد اشقاری، شلچنای و کسلی. اگر خون ما میلی ترشی داشته باشد، بیماری های رگ می شود آدم. اگر میلی اشقاری داشته باشد، بیماری قند می شود، فشار بلندی و دیگر بیماری ها پیدا شدنشان ممکنه. ببینید بعضی آدما با یک پیش دکتر میرن، با یک پرهیزکاری تبابتش میکنند. این خور فلان چیز خور خونش pHش نقض میکند، همه قطعی بسیار بیماری ها نیست میشود. مثلا یک روز بیمار پیش من آمد، ای بوی عرقش ما فهمیدم که مچوی نه، همین یک حاصلی که در حساب عرق خوری میشود، مثلا در خونش در عرقش برآمده، من همون بویش همون کسلاش گفتم گوریخ دیگه نامد. و فکر کرد که این یکون چیز نه، این یک هر یک آدم یک خاص بوی خاص خودش دارد. و همون چیزی میخورد همون میبراید. برای همین امروز بدونه که غذا خوردن، اگر شما دکتری نیفتید یا نپرسیدید از ما یا که نیفتید بگه که چی خوردن نکره که قوتت بتیه، فشارت پس کنه مثلا، یا که یا بیماری تا برطرف کنه، شما میتونه که وقتی سکوت ده، همین سکوتی کبیر ده بشینه و ایختان پرسید که چی میخواهد دل شما. فهمیدید مرا؟ غذا را نرخی کنید. غذا هم چکار میکند آدم؟ غذا هم تبابت میکند. مثلا اگر آدمایی هستن که غذای سخت میخورند، تیز دنداناشون چی؟ دنداناشون همون سیری دنداناشون میرود. نگاه میکنی خیلی وجه بالای دنداناشون چی شدگیست؟ خورده شدگی. چیزی سخت بخوردگی. آدمایی هستن که مثلا از حساب غذاهایی که میخورن، مثلا شیرینی بسیار میخورن، دندانها را چی میپوسونن. نمیکنید هست نمیخیر کو. انا خاندانی که شیرینی بسیار دوست میدارد، کودکاشو ببینید قریب همه دندانو چی هستن؟
اگر شیرینی خورن لیکن بگه پیشه خوب دندان رو تازه کنن. یکم چیز فهمیدید که چی ما را صحت میکرده است؟ دارو که بس شد با گیاه ها که بس کردیم غذا آدم میگم این یا آن اوقات خور. مثلا پدگره بیماری همین پیوند را میزند، ما گوشتخوری را منع میکنیم، میگم گوشت نخورید. در دوره شوروی هر یک بیمار استال میزی خودش داشت، میگفت که فلان چیز بخوره، این بیماری فلان چیز بخوره. بهنیسه در میرفتی هم بهنیسه در میرفتی اوشه تو را استال تا معین میکردن، تیارت میکردن، همون استالوی کسالخانه در اوقات میخوردی، اوقاتی که شفا شنگی تو را تأثیری مثبت شفا دهنده میرسه. دویم چه که آدم نصیحت میکند با دقت باشید، این احساس مثبت است. طبع خوش، وقت خوش، امید، باوری، اینا چیکار میکنن آدم تبابت میکنن. مثلا شما دیدگی آدم میره آدم بسیار چیزا گم میشوه، لیکن میمانه همون زیخی میمانه، نباشد بیماری های تنگی سوز شدن، همون زیخی میتونه با برعکس چیکارش که با کسلش کنه. برای همین طبع خوش، وقت خوش، امید، باوری و همه خوب، مهر بخشش آدم چیکار میکنن؟ آدم صحت میکنن. شما بخشیدن باید چیکار کنید؟ توانه. غضبتون قپیدن توانه. آدم را سرتی، آدم را نبینید و مهر کنید. همین سکوت در بشینید، مهر در سر دلتون بیدار کنید. آدم را صورتاشون پیش نظر بید، سرتید برام. همونهایی که شما قطعی چی مشکلی دارن یا که گذشتن، نه خیلی که دنیا رفتگی هستن. در ما میگن احساسات مثبت. کدام چیزهایی که بوده است ما را صحت میکرده است؟ مهر، محبت، بخشش، شادی، وقت خوش، خرسندی، اداره کردن غضب خود، حسد نکردن، حس نکردن، ناامید نبودن، امید، مثلا باوری. اینا چیکار میکنن آدم ها؟ صحت میکنن. اینها را تربیه میکنن که آدم ها یاد گیرن. خود با خود آدم ها چی؟ یاد نمیگیرن. بعضی آدم ها دارن. برای همینجا که اومدید این چیزها را یاد گیرید. دفتراتون را نویسید که شما باید چیکار کنید؟ مهر کنید. شما باید بخشش کنید. شما باید امید داشته باشید. شما باید بدونید که بیماری شما چی است؟ بیماری شما امر خدا صحت شونده است. چرا این گپ میگویید؟ همه بیماری ها امروز آموخته شده. باز شما کدام آمود بیماری گویید در کتاب‌های دکتری نوشته و راه‌های برآمد، راه‌های تبابتش. فقط دکتر دانسته نشده کار. کدام راه خطی؟ مشکلی در چیست؟ مشکلی در آن است که بسیار بیماری‌هایی که در ما مردم ما میشد کهنه شدگی. تبابت تا آخر مردم نمیکنن. مناسبت با دکتر تیز میکنن. کم تر صحت شد بحث میکند. یا که عموما تا کسل وزمی نشود دکتر چی؟ دکتر نمیرد. این امروز اثر رسانده است. یعنی که شما سری وقت مراجعت کنید. دویم دارو چی بوده است؟ احساس مثبت، مهر، محبت، بخشش، امید، آرزو. این چیزهایی هستند که شما میتونید چیکار کنید؟ خودتون شفا دهید. یعنی سوال میشه آخه من الان مهر کردم چه خیلی من صحت میشم؟ وقتی آدم مهر دارد داروهای صحت کننده در آدم حاصل میشن. وقتی تو نبخشیده در درون دایم کینه داروهای ویران کننده حاصل میشن. عادی معنی ما داروهای خودش چیکار میکنن؟ حاصل میکنن. وقتی تو مهر و محبت داری هر حالتی ما داروهای خودش دارد. برای میگن خوشبختی و بدبختی. آدمی که این صفاتهای از ما گفتیم احساسات مثبت دارد بسیار با خوشبخت است. سوم چیزی که ما را صحت میکند این فکرهای خوبند، فکرهای نیک، فکرهای موقع هست، فکرهایی که برای زندگی تو در کارن. از ما بسیم فکرهایی کنیم که برای ما در کار نیستن چی میشه؟ زندگی من پیش نمیرد. لیکن مثلا شفیار درباره ماشینش فکر کند، خدمت رسانی، دکتر درباره دکتریش فکر کند، پداگوگ درباره اون فکر کند که من چه درس دهم، یک راهبر فکر کند که من چه مردم را خدمت کنم. این همش چیز همش سبب اونه که زندگی پیش میره. فکرهای بد،
فکرهای ویران، فکرهای ناامید کننده آدم چی میکنن؟ رو هفتاده میکنن، کسلی میکنن. سوم چی بود است کن؟ فکرهای نقص. شما مثلا میگید که سرم در نمیبین چی کنم؟ با واسطه سکوت. ما گفتیم که یکم فکر با ذکر میتونید محکم کنید. اسمای حسن و کلمه های بزرگ قطعی. شما میتونید فکر قطعی عالما بشینید صحبت کنید که فکر شما را اداره کند یا یادید، یا که شما کتاب خوانید، یا اینکه در وقت سکوت فکر را به دست گیرید. کی در سکوت فکر خدا حس میکنه؟ میبینیش که رفته ایست، هر یک فکر میبینه اون چی میگه؟ او خیلی میشه، این کار کردن نکن، او سوالت میتیه، ساز میشه یا نمیشه، او شما چیکار کنید باید اینا رو قبول، هر روز شما نمیتونید اینا رو قبول کنید. برای همین روزهای معین است که باطن تمین فقط سکوت است. دیگر روزها باید معینه تو فقط چی باشد؟ بند باشد، و یکون کار بند باشد. دوره سیوز اگر شما یاد داشته باشید، دوره سیوز ترودوتراپی بود. میبردن آدم را، ما استودنت بودیم کارکنی میرفتیم، خشت پزیده میبردن. یعنی آدمایی بودن که بعد تبابت اساسی میبردن با کارشون میانداختن که فیزیکی کار کند، جسمان کار کند، فکرش چی باشد؟ فکرش بند باشد. چهارم چیزی که ما را تبابت میکند، سبب میشود شفای ما را، این فرهنگی خودی ما و شماست. آداب. آدم کسل هم شود باید با آدابانه کسل شد. من مثلا در همین اکوی تقوی نظر همین چیزا میبینم نه، هر چند که مثلا دردهای جانکاه های یکی آدابگون نکرده است. شما خبیدید، تونستید، نه هر کس میتونه این کاره. در این دردهای شدید آدم کمتر درد و پرابلمش میشد، میره همه را گون کرده است. نه دیگه تکمه کرتش محکم میکنه و نه دهنش میشه، نه دست رو میشه، نه سرش شونه، نه یکون تمام میگه من تمام شدم. آداب در کار است. حتی که رسول اکرم درباره هم مسئله گفتگی است، اگر شما را درد سخت جانکاه، اگر که یعنی گرفتار شدی به درد سخت جانکاه، بگویید وای داد من بیمار شدم، خدا صبرم ده. یعنی داد زدن همین قدر میگوید، از این زیاد مثلا ممکن آداب و رعایت کردن نکن. حتی آدم وقتی مرگم باید آداب رعایت کند، آداب مرگ رعایت کند، که حتی مردن هم یک آداب خودش دارد. اینه به زبان علمی میگن اتیکا. ما یک گویم که آداب بیمارشوی را گفتگی مخصوص اگر شما در یوتیوب ما دارید، دکتر محمود کبیر در همونجا آداب بیمارشوی است. البته تماشا کنید که ما چه خیلی باید بیمار شویم و چه خیلی باید تبابت کنیم. فرهنگ تاجیکانه یعنی کم آدمی مثلا ملت ما رو میبینی که ای فرهنگ آداب برآمدگی باشه. همین که در آمده خبرگیری رفتی، همه یا پیاده چای میکنه، مثلا خوش آمدید میگوید، یک تسکین دلش چی میکنی، یاردم اگر در کار باشد یاردمش میکنن مردم. یعنی که ما کم میبینیم. مردم ما اصلا مردم فرهنگی. اینا رعایت کنید. هر یک بیماری نه تنها تن را احساس فکر ویران میکنه، آداب فرهنگ آدم ویران نکند. برای همین کوشش کنید که این آداب یعنی فرهنگ، حتی رعایت شریعت، رعایت قانون‌های اجتماعی و دعوت همینا هم یک آدابی انسانگری ما و شما. پنجم چیز عاملی که تبابت میکنند، این البته چی هست؟ این البته عامل پول هست. یک از گفت که یک شاعر خوب است، سردرد شده بود، بعد یک آدمی که اوید به دکتری ژورنالیست بود و گفت که من به شکایت کرد سر من درد میکند، خیلی من که دکتر گفتم این کارا کن اون کارا کن فلان کارا کن. اما مرده که ژورنالیست گفت که همین تگی تاخیش به $100 مان سردردش گم میشود. نه که مسئله مبلغ، مسئله پول بسیار چی است؟ یکی از عامل‌های سخت است. خیلی شما میدونی برای تبابت دارو در کارهای ما شما را خیلی کمک میکنه. شکر خدا کنید، شکر همین تنجی و امر کنید که ما امکانات داریم این کارا را کنیم. نباشد خیلی که وقتی خودش صرف میکنند. انا که تصور کنید که
دارو در کار است. مثلا توابت حقی مثلا گوییم که کارخانه های دکتری و بسیار چیزها در تاجیکستان بسیار میتوانه که مثلا بیمارخانه های دولتی روی میتونه که تو را پروست خدمت کنن اگر امکاناتی چی امکانات یعنی که کم بیزاحت باشی. بسیار گذشته دارند. عموما در تاجیکستان این مسئله بسیار خوب است. در خارج تماما قطعی چی گپ نمیزنند. همین حتی کنسولتاسیش صحبت قطعی نمیکنند. تا همون مبلغی منشنه که تاجیکستان در اولی آدمگری هست. لیکن بدونید مانند که شما برای خواندن، برای خوراک، برای توی، برای تماشا مبلغ جدا میکنید یا دارید پیش مردم ما کفن میگیرید در کنج یک صندوق میمون. خلاص من این چیزا یاد دارم. هنوز که مگزین بسیار شده است این سو کمتر آدم‌ها مرگ فراموش کردن که به هر حال همین چیز بود نه میموندن. بسیاری ها سلا میکردن همون کفنه. سلای کلون میکردن که یکی در یگون جایگون گپ شود همون سلاش در میپیچیدنش میبردن همون چقدر درازی همون کفنه داشت. برای مردم ما سلای کلون داشتن. لیکن به هر حال بدونید برای سلامتی مبلغ جدا کنید. برای سلامتی چی وقت جدا کنید. این خیلی چی هست. خیلی چیزی مهم است. ولی اگر این چیز هم امکانات نباشد ما کمک میکنیم. در این مسئله خواطر نشد. مسئله دیگر مسئله عاملی که ما شما را تبابت میکند این عامل طبیعی است. ما را تبابت سبب میشود شفا میبریم تبابت میکند آفتاب هوا میگن رفتیم بسیار بود هواش خوبه. در اصل همین شهر بعضی حالت بروید میره در حقیقت هوا مثلا رشتون زمین تماما دیگر است. در همدانی عموما با چیز دیگر است. در اگر شما اخبای انزا بروید با عموما با هواش دیگر. آب آدم تبابت میکنه مثلا میرن آبهای شفا بخش داریم ما. میرن اشکاشین میرن آب شورا که با آب کیمچی گوناگون است. در تاجیکستان این مسئله یعنی که کشاده است. آدم ها میتونن این استفاده برن و خاک آدم ها تیقم میکنن بعضی حالت میرن خودشون تیقم میکنن مثلا و چیزی که از همین 4 عنصر آفتاب هوا و آب و خاک در ما باز تبابت اینه که سبب شفامون میشه تبابت میشه این خاراکتری ماه. آدم باید خاراکتر یعنی خلق اطوارش باید اداره کنه. ایواز نمیشوند لیکن چی میکنند؟ اداره میکنند. عصبانیگی را قپیدن در کار. فکرهای بد قپیدن در کار. حد زیاد خنده بلندی که مثلا ناراحت میکند قپیدن در کار. از حد زیاد ذکر چی نماندن در کار قپیدن در کار. بے پروایی را بے ناموسی را از حد زیاد با ناموس هم بودن آدم زندگی کردن با نمیتواند یعنی که یک میانه قپیدن در کار. اینه میگن خوی آدم یا خاراکتری آدم فعلی آدم و طبیعتی که در اطرافش هست آدم چی میکنه؟ سببش تبابت میشه. مرحبا همین دختر چون تمایده بودن همین خوجاییم بسیار قرق میخوده بسیار گفتار میکرد اگه رحم میگردی هشت میرفتیم میگرد هم خیلی میشتیم همین طوری سر و این سر هم خیلی میشید که میگم که موزی میگردیم نرمیشیشتم میگردیم در ترانسپورت بعد دختری زود مرتب گفتم حسابی زلمه گفت نه گفتم که چرا خیلی میشم من گفت که خانه پدر بجای گفتم قرم اومد درود نمینرسم راه با دخکه بود همون خیلی یک ماه ایستادم اومدم همون کسر ماه یعنی که بود هوا طبیعت بسیار چیزهایی هست که ما شما را چکار میکنم ما شما را تبابت میکنم البته یعنی که بدانید همه وقت ما برای همین 4 سیره به شما دایی میگیم که به آفتاب سلام بتیه لیکن نگاش نکنید با باد حمد و ثنا بگویید تا ببره با آب شما یعنی که شکرگزار باشه با نان و بسم الله باشه یعنی 4 تا چیزی هست که این سیری دنیا هست. و هفتم عاملی که ما و شما را تبابت میکنند این چیست البته خداوند است. یعنی که شما بدانید که ما و شما را شفا از جانب خدا میشود. پیری طب هم بقرات حکیم میگفت دکتر تبابت میکند طبیعت شفا میکند. یکی از نامهای خداوند محیط است. یعنی طبیعتی که لنین هم میگفت بسیار کسا میگفتن محیط های و این هم نامی کیست؟ نام خداوند. برای همین بدانید مناسبتون درست کنید.
همه وقت خداوند همراه بگیرید، در ذکر باشید. بدونید که شما یک کارهایی میکنید بر ضرر شماست، خدا را خوش نمیدهد. شما کاری کنید، کارهایی میکنید که خوش میتید، به این سبب اون میشود که مثلا ما با شما چی میشیم؟ ما با شما صحت میشیم و شفا را طلب کنید از خداوند. دکتر طبابت میکند، نتیجه ای که میشود این مانند دهقان از کشت میکند، مهنت را درست میکند و نتیجه را خداوند سبب میکند، یگون چیز نتیجه خوب میتید. طبابت هم خیلی است. شما کارها و گفتار را اجرا کنید ای طبیبا را و آهسته آهسته خدا خواهد چی میشید؟ شفا میبینید. اکنون خلاصش میکنیم. شفا میتید، سبب شفا میشود دارو، گیاهای شفا بخش غذا، سبب شفا میشود احساس های مثبت، بخشش و مهر و محبت و امید باوری، سبب شفا میشود فکرهای نقص، سبب شفا میشود آداب خوب، سبب شفا میشود امکانات اجتماعی آدم، یعنی که مبلغ و چیزی که سطح زندگی انسان، سبب شفا میشود طبیعت و طبیعت آدم هم طبیعتی که اطرافی رو میگیره. سبب شفا هست البته تقدیر ما و شما که خداوند به همین واسطه همین 7 چیز ما و شما رو چکار میکند؟ شفا میدهد. یگان چه سبب میکند از همین 7 تقدیر، طبیعت، سطح اجتماعی خود و خوراک، آداب، فکرها را، احساس و داروهایی که ما و شما استفاده میبریم. سوال دارید این مسئله؟ سوال نداشته باشید برید، ما و شما سکوت